درود دوستان، شما در کانال مشتی تاجیکی قرار دارید. شروع میکنیم از محاربه های MMA و انوشیروان توختاєв. راستی این یک ابونچی من در کانال مشتی تاجیکی با من توصیه داد و من نمیدونستم که اینقدر جنگاوری بهترین است از تاجیکستان. انوشیروان توختاєв در حال حاضر 5-0 یگان باخت ندارد و دیروز در لیگای GCK فایت نایت در تایوان حریفش را در دوم راوند شکست داد. دوستان بهترین جنگاور است و من الان جنگاش تماشا کردم. همه همون 5 محاربه که دارد همه‌اش در یکم یا دوم راوند حریفانش را شکست دادگی است. آیندهش بهترین است و امیدواریم که در آینده ما این رو در لیگاهای بهترین مثل بلاتور یا که UFC میبینیم، چون که راستی از ACA دیگراش دل مخنک شد. اما از من با شما همش میفهمونم. دوستان انوشیروان توختاєв رو تبریک کنید و دعا کنید که او همیشه شکست ناپذیر بماند. و حافظ سکیبکوف حریفش رو پیش از مهلت شکست داد. حریفش زخم برداشت و نتونست که جنگ رو دوام دهد در سوم راوند و اگر جنگ رو دوام هم میداد به هر حال حافظ سکیبکوف بهتر بود، چون که خیلی خوب جنگ کرد. و دوستان حافظ سکیبکوف رو انشالله که ما در آینده برای کمربند ACA خواهیم دید. او راستا خیلی خوب جنگ میکند و من خیلی دوست میدارم که وقتی که حافظ سکیبکوف جنگ میکند من اون رو تماشا کنم، چون که همیشه با پیش میرود، همیشه ضربه زیاد راستا میزند و خیلی جنگاوری بهترین هم است. الان بعدی دستبالا شدن حافظ سکیبکوف با او با قول روسوویزوف پرتافتن، با او پیشکش جنگ کردن و با او شامیل برایف پیشکش جنگ کرد و دویمش باشد مهدی بایدولایف با فیلم همون قهرمان هم بود در قبل. دوستان حافظ سکیبکوف رو تبریک کنید و با او بردباری ها آرزو نمایید و امیدواریم که او هم شاید که در آینده برای کمربند ACA بجنگد. و سیوم باشد اوسیمخان رحمانوف متاسفانه داورا او رو این جنگ در دست داورا بود و داورا او رو شکست دادن بگه میشه، چون که به نظر من الان محاربه حافظ سکیبکوف و اوسیمخان رحمانوف در یوتیوب هست، شما میتونید تماشا کنید. و اوسیمخان رحمانوف 100% جنگ رو بریده بود. برای چی داورا لو کیک هایی که با پا میزد اوسیمخان رحمانوف او رو حساب نکردن؟ اوسیمخان رحمانوف رقم 2 میجنگید، رقم 1 همون حریفش با پیش میرفت ضربه میزد و ضربه های اوسیمخان رحمانوف بهتر بودند، قویتر بودند و به هدف میرسیدند و برای چی داورو این رو به نظر نگرفتند و اوسیمخان رحمانوف در پا خیلی زیاد میزد و در راوند یکم و دوم اوسیمخان رحمانوف حریفش رو دوبار به نکداون افتاروند. خیلی ضربه های خوب زد. در راوند سوم تا آخر 1 منوت و 40 ثانیه مانده اوسیمخان رحمانوف خیلی خوب جنگ کرد. فقط 2 بار تیک داون کرد حریفش رو. داورا کجای کدام همون محاربه را تماشا کردن من نمیدونم، یا که در وقتی محاربه نهشون همون نظرشون در کجا بود نمیدونم. اوسیمخان رحمانوف 100% برید. دوستان نمیدونم، ما باید فکر کنیم که دیگه همون چیپتو های ACA را نخریم و تماشاش نکنیم و با قول امریکانسا اونو بایکوت کنیم، دیگه به نظرش نگیریم، چون که این نمیشه. برای چی تاجیکان رو فقط وقتی که همون محاربه های مهم در حیات و در زندگیشون میشه برای تاجیکستان است، اونا رو شانس نمیتیند، همون غلبه را نمیتیند. نمیدونم برای چی تاجیکا رو همه وقت همون وقتی که همون باید که قهرمان شوند نمیمونن، شانس رو نمیتیند که اینا قهرمان شوند. نمیدونم دوستان فکرتون رو در چی نویسید. با فکر من 100% اوسیمخان رحمانوف برید. حتی همون کامنت ها رو بخونه، در کامنت ها همه 90% کامنت ها همش میگن که اوسیمخان رحمانوف برید. نمیدونم چرا داوران این کارا کردن، همون کارگرو رئیسای ACA چرا اینو این خطاگی را راه دادن من نمیدونم. این 100% خطاگیه. اوسیمخان رحمانوف دست بالا شدگی بود در همین جنگ. چرا دستی اوسیمخان رحمانوف رو نبرداشتن من نمیدونم.
دوستان فکرتون رو در این نویسید و فکر شما امین روزی 8 مای یک 10 هفته بعد باز اعظم غفورов برای داوطلبی برای کمربند در تاشکند در ایسیای می جنگد. می بینیم که داوران در این جنگ چه خیلی داوری میکنند. امیدوارم که اعظم غفورов همین کارا به دست داوران نمیتیه و پیش از مهلت حریفش را شکست میتیه، چون که باید اسیم خان رحمانوف همین کارا میکرد. اگر دیدی که نکرد دست حریفش را برداشتن. اسیم خان رحمانوف بردگی به جنگ. دوستان فکرتون رو نویسید، در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید، زیاد کامنت نویسید که همون رئیسای ایسی همین کامنت ها رو بینن، شاید که اگون عقیده شو علیش کنن بر ضد مردم تاجیک. دوستان یک بار دیگر در کانال مشتی تاجیکی ابونه شوید. خدا یار و یاورتان باد تا امید دیدار.